سلام دوستای عزیز، روز بخیر. یا موتل ما بیرونیش چه هتل معقوله، میریم طرف داخل هتل. با ما باشین. روزتون بخیر. داخل هتل ماست انتریش چه یک شیط مقبوله. اینم جایی که لوبی یا به حساب آدم میشنه. مایه های مقبول دوستاست، کسی که مایه علاقه داره. اینجا رسپشن دوستا. میریم دوستا طرف لفت بگیریم، بریم بخیر طرف اتاق ببینیم که چه رقم است. از داخلیش خوب معلوم شد، انتریش خوب بود. این در لفت هستیم دوستا. چه یک شیط مقبوله، چه یک نمای مقبوله. ترکیه راستی جای مقبول است دوستا. از لفت پر آمدیم، میریم طرف اتاق. دوستا بالاخره در اتاق رسیدیم. از اتاق ما از تشنابش دوستا. تشناب پاک منظم، اتاقش منظم بود دوستا. نظرواریش دوستا. میزکاری یا میزکشتن بشیم. بیرونه میبینیم چون بیرون نمای مقبول دارد. خوش شما آمد دوستا. چون باوگاه هست امروز. بریم یک چکر بیرون هتل از اگر چون روز اول است یک ذره معلومات درباره هتل براتون میتم. میگردیم یک ذره میبینیم که چی میبینیم در بیرون و در داخل هتل. جای آوازی، جای تفریش. هتل بسیار کلان است دوستان. چون ترکیه گرم است دوستا، زیاد آدم با بازی و روز میکنه، شام بیرون زیادتر وقت میبره. الان ما برامون که روز اول است ببینیم یک ذره چیزونه بلد شویم تا اینجا جایی که آدم میتونه ریلکس کنه تا بازی که میکنن. پیش بریم ببینیم که چی گپا میشه. اینم از لبهوش نزدیک خود هتل برش. اینم به حساب مردم که بازی میکنن باز میتونن خودت راحت بیاین اینجا استراحت کنن. به بچه ها جای بازی بسیار خوب. برچه فکر کردن دوستا. موسیقی ترکیز دوستا. کارمندایش ببینیم چون منظم کارمندای داره. بشک کاکا بشک. مرحبا. شکر نفتی ها بچه. مرحبا.
مرحبا. خب از وقت خوشگذرانیش دوستا. بر دوستا با طفلا جای تفریح چون گرمی است مردم فعلا و قدم برآمده دیگه ما برای که یک ذره معلومات ببینیم چه رقم جای است. وقت نانش براتون نشان میدم. 3 وقت نانشان است که خود ما هر 3 یک جای میکنیم براتون نشان میدم. دوستان چه رقم لباس باید بپوشین وقتی که میخواین در داخل سالن غذاخوری داخل شوین. 3 وقت نانش است که همونطور گفتم، صبح، چاشت، شب. دوستا جای غذاخوری بسیار کلان است دیگه شما لذت ببرین تا که دیده برین دیگه من براتون فیلم میگیرم ببینین. البته دوستا این روز مکمل به حساب برای یک روزه که به حساب چه رقم هتل ما گرفتم، هتل براتون معلومات دادم و جای غذاخوریشه، جای تفریحیشه و داخلیش انتریش اتاقش همه چیز دیدین. از خاطر خواستم کل روز یک روز اول خودت براتون نشان بدیم که چه رقم در هتل آمدیم و نام هتل ما چی است و چه رقم جای است هتل ما. کیک های دوستان بغلاوایش سکرین دوستان. سوشی اوه بیشک کسایی که سوشی خور است. خب دوستای عزیز به آخر فیلم میرسیم. روز دیگه تشکر از اینکه با ما بودین. از لایک، شیر، سابسکرایب منازیات نبرین. با دوستاتون شیر کنین و لایک کنین و سابسکرایب کنین کانال ما را تا با دنیای امانی با هم باشین. از کامنت های خوبتان خوشحال میشیم. با ما باشین دوستان. خداحافظ دوستان.